سلام بچه، بعد از یک هفته سخی آماده سرکار خود چی میخواه گوگا بوگا قدش مو خبر ندارم چی موگا پاکستان و افغانستان مشک زدن. خیر او جنگا نشا باید دعا که جنگ نشا. کیه بچه ها بچه جان شما جور بچه موگا کجا بودی؟ یک هفته گم بودی؟ یه چیز دیگه بابا یه صندلی رو گفتم بله که ناف مرفت 3 روز چی موگی؟ والا 6 روز خانه خراب بودم 3 روز کار بکنم. حالی چی میشه؟ $100 تاوان کردی دیگه؟ $100 اگه دیگه بچه ها باید بفرسته در تو باید مست میگه. نه موگا بچه موگا چوکیر بال نتسته دیگه حال چیکار منی؟ موگا $100 باید جریمه شوی تو. او بچه ها اگه شما بلند کردین $200 خیلی سخته. سخته نه؟ بچه سخی موگا هر کس بال کرد ما 200 میدم موگا او فول سخت بودک. بعد از 6 روز بعد سرکار آماده دیگه 3 روز گفته بود 6 روز بعد. من در این روزا که در کارمون نصف کار اعلام مرم خانه. هم 2-3 روز شده سرکار مای البته از کار الگ ده بس نصف روز پس مورم گه طبیعتم صحیح نیه. بون بچه اور کامنت هم زیاد گرفته بودم ما چالش اکسپت کردم برار چالش برای 3 روز بود شما میخواین 3 سال بیش لوت نمیشه دیگه. بون اکاونت های مور فالو کین یوتیوب مورم سابسکرایب کن بچه‌ام گه ما چالش قبول داریم یک هفته بعد مگه خو نمیشه یک هفته بعد دیگه دائمی سولنا سنتر هر کس میخواد سویدن هر کس میخواد قبول کنه باید از سنتروم باید سولنا سنتروم مو قبول نیو تر از پس ویدیو شما یگو کرسی الکر بال کن بگین نه ما بال کدوم او تا خو نمیشه دیگه بون خلق بلین فی امان الله.